در خدمتتون هستیم دوستان برای آموزش نصب رله دوبل چراغ یا همون آفتومات چراغ. این رله‌ای که ما موجود داریم تو فروشگاه و به این شکل شما می‌بینید برای ماشینایی مثل پژو 206، پژو 405 GLX و پژو پارس سوکت به سوکت فابریکی نصب میشه. خب آموزش نصبش، این سیم قرمز رو شما به مثبت باتری یا جعبه فیوز نصب میکنید و دو تا سیم از رله اومده که این سوکت مادگی میخوره مستقیما به ورودی برق چراغ برای ماشینایی مثل 206 و پژو پارس، یا مستقیم میخوره به خود لامپ برای پژو 405. یه سوکت هم اونجا از خود برق ماشین اومده که کار فرمان رو انجام میده و مادگیه مثل این مدل. شما اینو نصب میکنید به اون سیم برق فرمانی که مال خود ماشینه. این سیم کشی رو از رو رادیات رد میکنید و این سوکت رو هم وصل میکنید به چراغ سمت راست ماشین، هم سمت چپ هم سمت راست. یه دونه سیم مشکی داریم که اتصال به بدن است، به نزدیکترین پیچی که تو بدنه نصب شده میتونید اینو نصب کنید و کلیت کار تموم میشه. بریم برای آموزش و نصب رو ماشین. برای 206، برای پژو 405 و برای تمام پژو پارس، حالا تیو 5 و 1800 هم فرق نداره و همین شکل نصب میشه. رله دوبله رو تو تصویر می‌بینید که این سیم قرمز رو داشت. این سیم قرمز دوستان میاد میخوره به سر باتری و از رله دو تا سیم کوتاه، اگه یادتون باشه تو کلیپ قبلی رفته بود. خب مادگی میاد میخوره مستقیما به خود چراغ. فیشی که اینجا خورده بود و میکشید و میزنید به اون نریگی که این باشه و از رله اومده. یه سیم بلندتر داشتیم که گفتم بهتون، از رو رادیات ردش میکنید میاد سمت راست ماشین، از پشت رادیات ردش میکنید میاد سمت راست ماشین. این ورم دوباره یه سوکت داریم، اینو میکشید و این فیش رله رو وصل میکنید به کاسه چراغ. هم نور پایینتون هم نور بالاتون دیگه الان رو رله است. یه سیم منفی داره، این ور یه پیچ داریم میره زیر این پیچ بسته میشه و اون ورم دقیقا همینو داریم، اون ورم همین منفی رو داریم، یه پیچ هم این کناره میره زیر این پیچ. من قبلا رله رو برام کشیدن ولی خیلی خوب طراحی نشده و نبسته، چون این کارو برقکار انجام دادی و این کلا کار نصب یه دونه رله تقویتی که فکر کنم 2 دقیقه هم زمان نبره.